الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وجميع صحابته أجمعين. اما بعد، انشاءالله با کمک پروردگار عظیم و شان در این شبه که الله جل شأنه با فضل و کرمش همه ما و شما را جمع آورد و این هم یکی از منت الهی بالای ما و شما است که الله جل شأنه همه ما و شما را در زمین از زمینهای مقدس و در یک جای از جایهای مقدس جمع آورد که بار دیگر در ذکر او و ثنای او و فهم کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم همه یک جا سهم میگذاریم و دعا کنیم که الله جل شأنه این علمی که برای هر یکی ما و شما میدهد به درگاهش قبول بگرداند و الله جل شأنه هر یکی ما و شما را در راه دعوتش الله جل شأنه کامیاب بگرداند. حیات صحابه برای هر یک مسلمان و برای هر یک کسی که امتی رسول الله هست دانستن او ضرور است، زیرا که ما از حیات صحابه رضی الله عنهم اجمعین ایمان خود، عقیده خود و تمام اسلام خود را خواهیم گرفت، زیرا اونها یک کسانی بودند که به خاطر ما و شما جان دادند و راه ایمان و اسلام را برای ما و شما تعلیم دادند و هر یکی از اونها مثل یک انگشت دست هست که برای جسد ضرور است و هر یکی از اونها صفات دارد که در یکی دیگر شاید که یافت نشود و انشاءالله که یکی از ستارگان عالم اصحاب پیامبر رضی الله عنهم اجمعین حضرت عکرمه ابن ابی جهل رضی الله عنه را برای شما قصه خواهیم کرد تا که حیات این برای ما و شما درس شود. حضرت عکرمه ابن ابی جهل یگانه صحابی بود که پیش از اسلام خود تمام آزار را برای پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم و برای اصحاب او دریغ نمی داشت، چی دشنام باشد، حقارت، زدن، عذاب دادن، حتی این که خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دشنام می داد. و این مرد روزی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم بر پیامبری فرستاده شد، عمر او در آخری عقد سوم یعنی از 30 بالا 38 39 ساله بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت خود را شروع کرد و پدر این که از سرسختترین کافرهای زمان پیامبر به شمار می رفت که رسول الله او را فرعون نامید، پدرش ابو جهل بود و مکانت پدر او و جاه و آبروی پدر او نگذاشت که این صحابی بزرگ عکرمه ابن ابی جهل ایمان بیاورد و در این کفر و جنگ خود با خدا و پیامبر 12 سال ادامه داد و در طول همین 13 سال ادامه داد و در طول همین 13 سال همه نمود اذیت را برای محمد و اصحاب او ارزانی می‌دانست و این مردی قریشی روز جنگ بدر که پدر او رهبری این سربازان کفر را به عهده داشت، همچون یک سرباز پدر با ضد پیامبر جنگ کرد و پدر او روز بدر کشته شد، ابو جهل کشته شد و همچنان روز احد یکی از کسانی که اصحاب محمد را شکست داد و سبب شکست خوردن اونها شد همین عکرمه ابن ابی جهل بود که از طرف چپ میدان جنگ احد
اصحاب پیامبر را محاصره کرد که 70 تا از صحابه های پیامبر به شهادت رسید. و روزی غزوه احزاب که تمام اهل کفر با همه قوت خود مدینه رسول الله را محاصره و اکروژنی کرده بودند، یگانه کسی که از عقابها از خندقها درون شد همین انسان بود که با شجاعتش از خندق درون شد و با مسلمان ها جنگ کرد. و این خواست پروردگار عظیم و شان بود که روز فتح مکه الله جل شأنه اسلام و ایمان را در دل این مرد شجاع انداخت. وقتا که رسول اکرم در فتح مکه را فتح کرد، باز یگانه کسی که با پیامبر و سربازان او اصحاب جانفدایش مقاومت کرد و جنگید همین عکرمه ابن ابی جهل بود. هنگامی که شکست خوردن او به سوی جده یا به سوی جده امروزه رفت، خواست که از راه بحر به سوی دولت‌های افریقایی گریزه شود و بگریزد. و زن او ام حکیم رضی الله عنها ای روز فتح مکه ایمان آورد و از رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب امان گرفت تا که شوهر او گشته بیاید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عکرمه ابن ابی جهل امان داد و به سوی شوهرش رفت و او را آورد. و از همه جای عجایبی که در اسلام آوردن حضرت عکرمه ابن ابی جهل است این است که بعد از او که اسلام آورد از رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب کرد. رسول الله گفت که امروز از من ای عکرمه چیزی طلب می نمایی، من برای تو را مهیا می کنم، من برای تو را می دهم. حضرت عکرمه ابن ابی جهل مثل دیگر نوع مسلمان شیدگی ها نه مال طلب کرد نه اشتر طلب کرد، یگان چیز دنیا طلب نکرد، بلکه گفت یا رسول الله ان تستغفر لی کل عداوت عادیتکها. ای رسول خدا، از پروردگارت برای من هر دشمنی که بر ضد تو کردم برای من طلب آمرزش کن. او مسیر اوضعت فیه او مقام لقیتک فیه او کلام قلته فی وجهک او غیبتک. حضرت عکرمه ابن ابی جهل بعد از ایمان آوردنش بر خدا و پیامبر گفت که هر راه هر سفری که به خاطری سرنگون کردن تو من آمدم، دعا کو که الله جل شأنه همان سفری کردگی مرا ببخشد. و هر سخنی که در روی تو گفتم که پیامبر را دشنام دادن یا از پسی تو سخن گفتم، دعا کو که خداوند مرا ببخشد که پیامبر فرمود اللهم اغفر له کل عداوت عادنیها. یا الله هر دشمنی که این عکرمه بر من کرد تو او را بیامرز. و کل مسیر سار فیه الى موضع یرید به اطفاء نورک واغفر له ما نال من عرضی فی وجهی او انا غائب عنه. یا الله هر سفر یا هر جنگ یا هر کوششی که عکرمه به خاطری خاموش کردن دین خداوند کرد، الله از گناه او در بگذر. و پروردگارا هر سخنی که در او پرون به من گفت و دشنام داد یا که من نبودم و مرا دشنام داد، الله جل شأنه او را ببخش. حضرت چی گفت؟ این سخن را پیامبر در حق او گفت و دعا کرد. حضرت از جاش خیست و گفت والله ای رسول الله، هر سخنی که با تو گفتم بعد از این بعد بهتر شه برای تو میگم. و هر مالی که در راه زید دین تو صرف کم، والله که دو چند ای را به نصرت دین تو صرف میکنم. و هر راهی که به خاطر گم کردن اسلام و شکست دادن امت اسلام رفتم، و من دو چند ای را در راه اسلام و در راه نصرت دین تو انشاءالله صرف میکنم. و روز از روزها در جنگ با رومها
نهایت جنگ سخت شد که مسلمان ها در لرزه در آمدند. حضرت از تار اسبش فرا آمد و در صف مشرکان، در صف دشمنان خدا پیشتازی کرد و هر کسی که در پیش شمشیر او میخورد سر او را از تن جدا میکرد. حضرت خالد رضی الله عنه گفت لا تفعل یا عکرمه فإن قتلك شدید للمسلمین. ای عکرمه تو این کار را نکن، شاید تو کشته شوی. مسلمانا با کشته شدن تو نهایت ناراحت میشوند، شاید که اونها شکست بخورند. حضرت چی گفت؟ لقد قاتلت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی مواطن کثیره. حضرت گفتند که من بر ضد پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در بسیار جنگ ها جنگ کردم. افر من الروم اليوم، آیا امروز از سرسختترین دشمنهای روم اروپایی های امروزه من از جنگ بگریزم؟ گفت این هذا لن تکون ابدا، والله که من از این جنگ عقب نمیگردم، والله که من عقب گردی نمیکنم مگر که این کی پیش میرم. ثم قال من یبایعنی علی الموت، بعد از آن گفت که کی با من بیعت میکنه که دکنسه تا مردنش با ضد رومی ها جنگ میکند. میگویند مورخین که عمک او حضرت حارث ابن هشام و 400 کس از فدایان اسلام با او بیعت کردند که در این جنگ رومی ها را شکست داد. حضرت عکرمه ابن ابی جهل رضی الله عنه یکی از صحابه های هست که پیامبر گرامی فرمود سیعتیکم عکرمه مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا اباه. عکرمه مؤمن و مسلمان و مهاجر باز میگردد به خاطر اسلام آوردنش، شما پدر او را دشنام ندهید. با وجود اینکه پدر او از سرسختترین دشمنان رسول الله بود، لکن رسول الله جایز ندانست که در پیش عکرمه ابن ابی جهل پدر او را دشنام بدهند و فرمود فإن سب المیت یؤذی الحی ولا یبلغ المیت. این دشنام دادن تو پدر عکرمه را ای صحابی، ای مسلمان، این عکرمه را ناراحت میکند، لکن این حقارت تو برای او پدر او نمیرسد. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند مرحبا بالراکب المهاجر. مرحبا این تحیه رسول الله بود و خوش آمدی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که برای عکرمه ابن ابی جهل روز اسلام آوردنش رسول الله از جاش برخیست، پیش او آمد، او را به آغوش گرفت، گفت مرحبا براکب المهاجر، خوش آمد این سواره که این مهاجر است در راه الله. ببینید که حیات عکرمه ابن ابی جهل برای هر یک مسلمان هم درس عقیدوی و هم درس مقاومت و هم درس اخلاص در دین خداوندی و در دین محمد صلی الله علیه و سلم هست که انسانی که عملی بیشتر نداشت در اول عمرش، وقتا که دین خدا را میفهمد یا اسلام یارد دوچند باید کوشش نماید تا که آن اسلام و عملی که دیگرها کردن این هم ثواب او را درک نماید. دعا کنیم که الله جل شأنه حیات اصحاب پیامبر را برای هر یک ما و شما نصیب بگرداند و سیرت هر یک اونها را در حیات ما تطبیق بنماییم. الله جل شأنه محمد و اصحاب او را صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنهم اجمعین را از هر یک ما و شما خرسند بگرداند برحمتک یا ارحم الراحمین.